سفر چهارم سیندباد دریاگرد. ای یاران، بدانید که من چون به شهر بغداد بازگشتم و با یاران و دوستان خود جمع آمدم و شادی بزرگ و راحتی به اندازه یافتم و محنت‌هایی که به من رفته بود فراموش کردم و دیرگاه به عیش و نوش به سر می بردم تا اینکه روز از روزها نفس ناپاک به من وسوسه سفر کرد به صحبت همجنسان و به خرید و فروش آرزومند گشتم. عزیمت محکم بسته بضاعت گرانبها که مناسب دریا باشد افزونتر از هر بار خریدم. بار بستم، از بغداد به بصره رفتم و بارهای خود را به کشتی بگذاشتم و با جمع از بازرگانان بصره بر کشتی بنشستیم و کشتی در امان خدای تعالی روان شد و چند شبانه روز به خوشوقتی سفر کردیم و بادهای موافق وزیدن گرفت. از جزیره به جزیره و از دریای به دریای همه گذشتیم تا اینکه روز از روزها باد مخالف بر ما بیوزید. ناخدا لنگرهای کشتی بینداخت و کشتی را در میان دریا بداشت و ما به سوی پروردگار تضرع و زاری می کردیم و از درگاه حضرت الهی نجات می طلبیدیم که ناگاه بادی سخت و تند برآمد. بادبان کشتی بدرید و کشتی را در هم شکست. ساکنان کشتی با بضاعت‌هایشان غرق شدند. من نیز از غرق شدگان بودم تا نیمه روز شنا کردم. آنگاه عنایت پروردگار مرا احاطه کرده و تخته چوبین از تخته های کشتی پیش من آمد. با جمع از بازرگانان که در روی آب شنا می کردیم به آن تخته بنشستیم و پهلوی یکدیگر جمع آمده با پایهای خویش آب دریا می بریدیم و موجهای و بادها ما را یاری همی کردند تا اینکه آب ما را به جزیره انداخت و ما از غایت بیداری و رنجی که کشیده بودیم و از بسیاری گرسنگی و بیم که داشتیم به مردگان مانند بودیم. پس با همان حالت برخاسته در اطراف جزیره برفتیم. گیاهان بسیار در آنجا یافتیم. از آن گیاهان به قدر لازمی بخوردیم و آن شب در کنار جزیره بخفتیم. چون بامداد شد برخاسته در جزیره به چپ و راست همی رفتیم تا اینکه از دور عمارت پدید شد. به سوی آن عمارت روان شدیم تا چاشتگاه برفتیم و به در آن عمارت رسیده بایستادیم. ناگاه از آن مکان جمع عریان به در آمدند و با ما هیچ سخن نگفتند. ما را گرفته به نزد پادشاهشان بردند. پادشاه ما را اجازت داد و ما بنشستیم. آنگاه از برای ما خوردنی آوردند که چنان خوردنی نشناختیم و چنان خوردنی در تمامت عمر ندیده بودیم. طبع من به خوردن اقبال نکرد، بخلاف یاران من از آن طعام بخوردند. نخوردن من لطف خدای تعالی بوده است که تا کنون زنده بمانم. چون یاران من از آن طعام بخوردند عقل ایشان برفت
و مانندی دیوانگان چیز همی خوردند و احوال ایشان دیگرگون گشت. پس از آن از بهر ایشان روغن حاضر کردند و به ایشان بینوشاندند و تمام ایشان را از آن روغن چرب کردند. در حال یاران مرا چشمها کج شد و به خلاف عادت طعام می خوردند. من در کنار ایشان حیران بودم و بر ایشان افسوس می خوردم و از غایت بیم اندوهی من بزرگ شد. از آن جماعت اوریان بس هراس داشتم. چون در ایشان دقت کردم دانستم که ایشان مجوسند. مجوس یعنی آفتاب پرست و پادشاه ایشان غول است. هر کس که به شهر ایشان درآید و یا اینکه در راهها و بیابانها کسی را دریابند، او را گرفته به نزد پادشاهشان بیارند و از آن غذا به او بخورانند و از آن روغن بر وی بمالند تا اینکه عقلش برود و ابله شود و اشتها آورده بسیار بخورد. آنگاه خوردنی و نوشیدنی از برای او از همین طعام و روغن ترتیب دهند تا اینکه فربه و درشت شود. پس او را کشته بریان کنند و پادشاه را از آن طعمه دهند و اما خودشان گوشت آدمی را ناپخته و بریان ناکرده میخورند. پس چون من این کار از ایشان بدانستم، بر خود و یاران خود غمگین شدم و یاران من از بس که مدهوش بودند نمیدانستند که با ایشان چی میکنند. آنگاه ایشان را به شخص سپردند. هر روز آن شخص ایشان را مانند چارپایان به چرا می برد و اما من از غایتی بیم و اندوه و گرسنگی نیزار و بیمار شدم و گوشت من بر استخوانهای من بخشکید. چون مرا در این حالت دیدند، مرا ترک کرده از یاد ببردند و هیچ یک از ایشان مرا به خاطر نمی آورد تا اینکه از آن مکان دور گشتم. چوپانی را دیدم که در میان جزیره بر جای بلند نشسته است. چون نیک نظر کردم دیدم همان شخص است که یاران مرا از بحر چرا به او سپریدند و در پیش او غیر از یاران من بسیار مردمان بودند که عقلشان رفته بود. چون آن شخص به سوی من نظاره کرد، دانست که من عقل خود را مالکم و آفتی که به یاران من رسیده به من نرسیده است. آنگاه از دور مرا اشارت کرد و به من گفت که بازگرد و از راهی که در دست راست توست برو که از آن راه نجات یابی. من به آن سان که اشاره کرده بود بازگشتم. در دست راست راه دیدم که از آن راه برفتم. ساعت می دویدم و ساعت از بحر راحت آهسته می رفتم تا اینکه از چشم آن مرد که مرا به این راه دلالت کرده بود پنهان شدم. نه من او را می دیدم و نه او مرا. در آن حالت آفتاب غروب کرد و تاریکی شب پرده بیاویخت. من از بحر راحت بنشستم، خواستم خواب کنم. مرا از غایت بیم و گرسنگی و رنج و عذاب در آن شب خواب نبرد. چون نیمه شب شد برخاسته در جزیره روان شدم و همی رفتم تا آفتاب برآمد.
من از بیخ گیاهان و برگ درختان چندان که صدی رمق کند بخوردم. پس از آن برخاسته روان شدم و تا 7 شبانه روز در جزیره همی رفتم. هر وقت گرسنه می شدم از گیاهای صدی رمق می کردم تا اینکه بامداد روز 8 در آمد. مرا نظر از دور به سیاهی افتاد. به سوی آن سیاهی روان شدم تا هنگام غروب آفتاب همی رفتم. من می ترسیدم. وقتی که با تأمل نظر کردم جماعت دیدم که دانه مورچ می چینند. چون نزدیک شدم ایشان مرا بدیدند. شتابان به نزد من آمده و از هر سو مرا احاطه کردند. به من گفتند تو کیستی و از کجایی؟ گفتم ای جماعت بدانید که من مردی غریب و بینوایم. پس تمامتی آنچه که از خطرها و سختیها بر من گذشته بود به ایشان باز گفتم. گفتند به خدا سوگند که این کار است عجیب و حکایت است غریب که چگونه از طایفه زنگیان خلاص شده ای؟ از ایشان به سلامت در این جزیره چیسان گذشته ای که ایشان خلق بسیار و گروه انبوه هستند و گوشت آدمیان بخورند و هیچ کسی از ایشان به سلامت در نرود و کس نتواند که از ایشان درگذرد. من ماجرای خود را بیان کردم که زنگیان یاران مرا طعام بخوراندند که من از آن طعام نخوردم. آنگاه سلامتی مرا تهنیت گفتند. چون از کار فارغ شدند طعامی لذیذ حاضر آوردند. من طعام خوردم و ساعت در نزدشان راحت یافتم. آنگاه مرا به کشتی بنشاندند و به جزیره خودشان بیاوردند و مرا پیش ملک بردند. ملک را سلام دادم. ملک مرا جواب گفت و مرا احترام نمود و از حال من جویان گشت. من ماجرای خویش را از اول تا آخر به ملک نقل کردم و او را از قصه من بسی عجب آمد و مرا اجازت نشستن داد. پس از آن فرمود طعام حاضر آوردند. به قدر کفایت خوردنی بخوردم و دست شسته شکر خدای تعالی را به جای آوردم و ملک را ثنا گفتم و در نزد او بماندم. شهر را تماشا کرده دیدم شهری آباد که در آن شهر بازارها و بضاعتها خریداران و فروشندگان هستند. از هر گونه میوه و خوردنی ها چندان است که به وصف اندر نیاید. پس من از رسیدن به آن شهر خورم و شادمان شدم و خاطرم برآسود و به مردمان آنجا انس گرفته در نزد ایشان و ملکشان عزیز بودم. در آن شهر خرد و بزرگ را دیدم که به اسپان بیزین سوار می شوند. مرا عجب آمد. به ملک گفتم که چرا بر اسب زیندار سوار نمی شوید که راحت در آن است و قوت از او افزون شود؟ زین کدام است که ما هرگز نام زین نشنیده ایم و در تمامت عمر آن را ندیده ایم. گفت ملک. من به ملک گفتم اگر به من اجازت دهی بهر تو زین بسازم که به او سوار گشته خوبی او را نظاره کنی و راحت آن را بدانی. ملک گفت آنچه دانی بکن. من نجار و چوب خواستم. چوب و نجار حاضر آورند.
من در نزد نجار نشسته به وی زین ساختن آموختم. پس از آن پشم خواسته از آن پشم نمد زین بمالیدم و چرم بر روی زین بکشیدم و حلقه ها بر او بکوبیدم و ترکیش از او بیاویختم. پس از آن آهنگر بساختم و کیفیت رکاب به او بیاموختم. رکاب های بزرگ بساخت. من آنها را سفید ساخته رکاب تسمه های حریر بر آنها بستم. آنگاه برخاسته اسب از بهترین اسپان ملک گرفته زین بر او بنهادم و رکاب ها از او بیاویختم و لجامش در سر کرده بر نزد ملک بیاوردم. ملک را بسی خوش آمد و او را بپسندید. چون بر اسب سوار شد بسیار خوشوقت گردید و مال بسیار به من عطا کرد. چون وزیر ملک دید که من چنان زین ترتیب دادم، او نیز از من تمنا کرد که از برای او زین بسازم. من از برای او هم زین مانند زین ملک ساختم. بزرگان دولت و صاحبان منصب از من زین همه خواستند و من از برای ایشان زین و رکاب ساخته می فروختم تا اینکه از این کار مالی بسیار جمع آوردم و مرا در نزد ملک و بزرگان دولت مرتبه افزون و جایگاه بلند بود. مرا بسیار دوست داشتند تا اینکه روز از روزها بر غایت عزت و شادی در نزد ملک نشسته بودم که ملک به من گفت: ای فلان، تو در نزد ما عزیز و صاحب احترام هستی. ما را پس از این طاقت جدایی تو نیست و رفتن تو را از این شهر نمی خواهم. اکنون قصد من این است که خواهش من رد نکنی. من با او گفتم: من سخن تو را رد نخواهم کرد و تو را بر من بس نیکویی و احسان است که من از جمله خادمان تو هستم. ملک گفت: قصد من این است که تو را زنی خوب روی و خداوندی مال و جمال دهم که در نزد ما ساکن شوی و این شهر را وطن خود گیری. چون سخن ملک بشنیدم از ملک شرم کرده جواب ندادم. ملک گفت: ای فرزند، چرا جواب ندادی؟ ای ملک جهان، گفتم: فرمان تو راست. در حال ملک قاضی و شاهدان حاضر آورده زن بلندقد و عالی نسب، خداوندی مال و زیبا جمال و خداوندی خانه و جارا به من نکاح کرد و مرا مالی بیشمار داد و خانه وسیع و عالی بخشید. خادمان برایم داد و من در غایت خرمی و راحت به سر می بردم و مشقتی که به من روی داده بود فراموش کردم و با خود بگفتم که هر وقت به شهر خود سفر کنم زنم را با مال ببرم. ولی انسان از تقدیر الهی آگاهی ندارد و آدمی نمی داند که به او چی خواهد رسید. خلاص من آن زن را بسیار دوست می داشتم. وی هم با من محبت بسیار داشته در عیش و نوش همه گذرانیدیم تا اینکه زنی همسایه را اجل در رسید. چون مرا با همسایه الفت در میان بود به خانه او تعزیه گویی رفتم. دیدم که در بدترین حالت ملول و غمگین نشسته است. من او را تعزیت گفتم و به صبر کردن ترغیب کرده گفتم: ای برادر، محزون نباش که خدای تعالی تو را به نیکوتر از آن زن عوض خواهد داد
و انشالله تو را عمر زیاد خواهد شد. در حال آن مرد گریان شد و سخت بگریست و به من گفت: ای دوستی مهربان، چگونه خدای تعالی ما را بهتر از او عوض خواهد داد که از عمر من جز امروز بیش نمانده است. گفتم: ای برادر، به عقل خود بازگرد، خود را بشارت مرگ مده که الحمدلله تو تندرست و سالم هستی. آن مرد به من گفت: ای رفیق، به جان تو سوگند که فردا مرا نخواهی دید و در قطار مردگان خواهم بود. گفتم: ای برادر، چگونه فردا از جمله مردگان خواهی بود؟ او گفت: امروز زن مرا به خاک سپرند، مرا نیز با او به قبر بگذارند که عادت شهر ما همین است که چون زن بمیرد شوهر او را با او زنده به خاک سپرند و اگر مرد هم بمیرد زن او را زنده با او در گور نهند که هیچ کدام پس از دیگری در روی زمین نماند و لذت دنیا نبرد. من گفتم: به خدا سوگند این عادت بسیار ناپسند است. پس ما در گفتگو بودیم که بسیار مردمان شهر حاضر شدند و همسایه ما را از برای زنش و از برای خودش تعزیت گفتند و به تجهیز میت بپرداختند. تابوت آورده زنی همسایه را در تابوت گذاشتند و به سوی گورستان برداشتند. شوهر زن نیز با ایشان همه رفت تا اینکه به خارج شهر رسیدند و جنازه را در دامنه کوه به جای فرود آوردند. سنگ بزرگ در آنجا بود. چون سنگ را برداشتند چاه پدید شد. مرده زن را در آن چاه افکندند. آنگاه مردمان شهر به شوهر زن جمع آمدند. او را بر ریسمان‌ها بسته به آن چاه فرو آویختند و کوزه آب با 7 نان از برای توشه آن مرد آویختند. چون آن مرد در بون چاه جای گرفت، ریسمان‌ها از خود بکشود. مردمان ریسمان‌ها را بالا کشیده سر چاه را با آن سنگ بزرگ پوشانیده از پی کار خود بازگشتند و همسایه ما را با زن او در چاه بگذاشتند. من با خود گفتم: به خدا سوگند این گونه مردن از مرگ‌های نخستین دشوارتر است. آنگاه به نزد ملک آن شهر در آمدم و به او گفتم: ای ملک جهان، در شهر شما چگونه زنده را با مرده به خاک سپرند؟ ملک گفت: عادت شهر ما همین است که چون زن بمیرد شوهر با او به خاک سپرند و همچنان اگر شوهر بمیرد زن با او به خاک سپرند تا از همدیگر در حیات و ممات جدا نشوند و این عادت از پدران ماست. گفتم: ای ملک جهان، مردی غریب را نیز به این سان کنند؟ گفت: بله، اگر غریب را نیز زن بمیرد او را با زن خود زنده در گور کنند. پس چون این سخن بشنیدم زهره من بشکافت. از غایت حزن و اندوه عقل من برفت و می ترسیدم که زن من پیش از من بمیرد و مرا با او زنده به خاک سپرند. پس از این خود را تسلی دادم و گفتم: شاید که من پیش از زن خود بمیرم. از قضا چند روز نگذشت و زن من بیمار گشت. 2-3 روز بیمار شد و بمرد. بسیار مردمان شهر به تعزیتگویی من جمع آمدند. ملک نیز به تعزیتگویی من آمد. پس از آن مرده را غسل دادند
و بهترین جامه های او را بر وی بپوشانیدند و قلاده های لؤلؤ و گوهر به او آویخته به تابوتش بنهادند. تابوت را برداشته به سوی همان کوه روان شدند. چون به آن مکان رسیدند، سنگ را از سر چاه یک سو کرده زنی مرا به چاه افکندند. آنگاه همه یاران و همسایگان پیش من آمده مرا وداع می کردند و من در میان ایشان فریاد می زدم و می گفتم من مردی غریبم، بر رسم شهر شما طاقت ندارم. ولی ایشان سخن مرا قبول نکردند و مرا در حال بگرفتند و ببستند. کوزه آب با 7 قرص نان با من بستند و به چاه هم انداختند. به من گفتند ریسمان ها از خیشتن بکشا. من نکشادم. آنگاه ریسمان ها به سوی من انداخته سر چاه را با آن سنگ بزرگ پوشانیده از پی کار خود برفتند. دیدم که در آن مکان زیر کوه غاری بزرگ است. من در آن غار بسیار مردگان دیدم که پوسیده بودند. آنگاه خود را ملامت کردم و از کرده خود پشیمان شدم. به خود گفتم هرچی بر من آید سزاوارم. پس در آن مکان بماندم و شب از روز نمی دانستم. تا گرسنگی و تشنگی به غایت نمی رسید نمی خوردم و نمی نوشیدم از بیم آنکه توشه و آب تمام شود. اندکی می خوردم و با خود می گفتم سبحان الله، چه مصیبتی بود که دوچار گشتم. چرا در این شهر زن گرفتم؟ چه بختی تیره دارم که از رنج خلاص نگشته به مهنت دیگر گرفتار می شوم. ای کاش به دریا غرق می شدم و یا در کوه می مردم که این مرگ از همه مرگ ها دشوارتر است. همواره من با همین حالت خود را ملامت می کردم و بر استخوان مردگان می خفتم و از خدای تعالی تمنای مرگ کرده نمی یافتم تا که از گرسنگی بی طاقت شدم و درونم از تشنگی بسوخت. لقمه نان خورده و آب بنوشیدم و بر اطراف غار همی گشتم. آن مکان را وسیع و بزرگ یافتم و مردگان بسیار و استخوان‌های پوسیده در آنجا بودند. من در یک سوی غار دورتر از مردگان مکان ساختم که به هنگام خواب در آنجا می خفتم. ولی توشه من کم بود و از آب و نان اندکی مانده بود. من هر روز یک لقمه نان می خوردم و یک قلت آب می نوشیدم که مبادا آب و نان تمام شود و من به سختی بمیرم. روز از روزها نشسته در فکر بودم که اگر نان و آب تمام شود چی بایدم کرد و حالت من چی خواهد بود. در این خیال بودم که سنگ از در چاه به یک سو شد. گفتم آیا چی حادثه روی داده؟ ناگاه مردمان را دیدم که بر سر چاه ایستاده مردی مرده و زنی زنده را به چاه در آویختند و زن می گریست و می نالید، ولی نان و آب بسیار با آن زن فرو آویختند. من آن زن را نظاره می کردم، او مرا نمی دید. چون مردمان آن سنگ را بر در چاه گذاشتند، من استخوان پای مرده برداشته به سوی آن زن آمدم و با استخوان بر سرش زدم. در حال به خود بیفتاد. دوباره و سه بارش با استخوان همی زدم تا اینکه بیمرد.
نان و آبی که با او بود برداشته به مکان خود بیاوردم. از نان و آب اندک اندک می خوردم. پس من دیرگاهی در آن غار به سر بردم و هر زنده ای را که با مرده در چاه می افکندند من می کشتمش و به نان و آب او صدی رمق می کردم، تا اینکه روزی از روزها خفته بودم. چون از خواب برخاستم آوازی پای شنیدم. پای مرده برداشته به سوی او برفتم. چون مرا احساس کرد بگریخت. دیدم از وحشیان است. از پی او برفتم. در گوشه غار روشنی مانند ستاره پدید شد که گاه آشکار و گاه پنهان می شد. من قصد آن سوی کردم. هرچی نزدیکتر می شدم روشنی زیادتر می شد. در آن هنگام یقین کردم که از آن غار راه به بیرون است، ولی به خود می گفتم این غار را مانند آن در دیگر است، و یا اینکه از این غار سوراخی به بیرون است. پس ساعت به فکر فرو رفته به سوی آن روشنایی روان شدم. ناگاه نقبی دیدم که از پشت آن کوه به آن غار است که وحشیان از آن نقب به غار آمده گوشت مردگان می خوردند و بیرون می روند. چون من آن نقب را بدیدم روان من تازه شد و خاطرم برآسوده، جانم راحت یافت و به زندگی پس از ناامیدی امید بستم. من از آن نقب برآمده خود را بر فراز کوهی بلند در کنار دریای شور دیدم. آن کوه در میان دو دریا در میان جزیره و شهر واقع بود و کس به آنجا نمی توانست رسید. پس من خوشوقت شده حمد خدای تعالی به جا آوردم. بعد از آن به غار بازگشتم و آنچه که نان و آب جمع آورده بودم از غار بیرون برده و چیزهای بسیار را از عقدهای گوهر و کلاده های لؤلؤ و زیورهای زر و سیم مرصع گوناگون از آن غار برداشته و جامه مردگان فرو پیچیدم و از نقب به پشت کوه آورده در ساحل دریا به انتظار کشتی بایستادم. هر روز به غار می آمدم. اگر کسی را زنده در گور می کردند من او را کشته نان او را می بردم و هرچی در آن غار از گوهر و زر و سیم می یافتم به جامه مردگان پیچیده به ساحل دریا می آوردم و دیرگاهی به اینسان شب و روز به سر می بردم. روزی از روزها در کنار دریا نشسته در فکر بودم که ناگاه در میان دریا یک کشتی پیدا شد. من جامه سفید از جامه مردگان گرفته بر سری چوب انداختم و ساکنان کشتی را با آن اشارت کردم تا ایشان را به سوی من نظر افتاد و اشارت من بدانستند. کشتی را به سوی من رانده آواز مرا بشنیدند. جمع را در زورق به سوی من فرستادند. چون فرستادگان نزدیک شدند به من گفتند کیستی و سبب نشستن تو در اینجا چیست و به این کوه از کجا بر آمدی که ما به عمر خود کسی را در اینجا ندیده ایم؟ گفتم من مردیم بازرگان، کشتی من غرق شد. من با همه بضاعت خود به تخته چوبین برافتادم. پس از مشقت بسیار خدای تعالی مرا با بضاعتم از غرق خلاص داده به این مکان رسانید.
چون ایشان سخن من بشنیدند، مرا با این چیزهایی که از غار جمع آورده به جامه و کفنهای مردگان پیچیده بودم به زورق بگذاشتند و به کشتی رسانیدند. صاحب کشتی به من گفت: ای مرد، چگونه به این کوه رسیدی؟ این کوه است بزرگ و در پشت این کوه شهر است آباد و معمور و من تمامت عمر در این دریا سفر کرده از این کوه گذشتم. جز وحشیان و پرندگان کسی را در این مکان ندیدم. من به صاحب کشتی گفتم: من در کشتی بزرگ بازرگانی سفر کردم. کشتی بشکست. من همین بضاعت‌های خود را به یک تخته چوبین بزرگ از تخته‌های کشتی گذاشتم و بخت یاری کرده به سلامت بر این کوه بیامدم و به انتظار کشتی نشسته بودم که شاید کسی مرا به جای رساند. من آنچه که در شهر و در غار به من گذشته بود به ایشان نگفتم، برای آنکه ترسیدم که در آن کشتی از اهل شهر کسی باشد. پس از آن هدیه لایق و گرانبها از مال خود به صاحب کشتی داده به او گفتم: ای برادر، تو سبب نجات من از آن مکان خطرناک شدی. این هدیه از من قبول کن. صاحب کشتی هدیه مرا قبول نکرده به من گفت: ما چیزی از کسی نمیگیریم و اگر غرق شده و از کشتی مانده را در کنار دریا و جزیره بیابیم، او را برداشته نان و آبش دهیم و اگر به ره نباشد جامه‌اش بپوشانیم. چون به بندر سلامت برسیم، چیزی از مال خود به او عطا کنیم و این نیکویی ها را به او از بهر خدا به جای آوریم. پس در آن هنگام او را دعا گفتم و از جزیره به جزیره و از دریای به دریای روان بودیم و من از سلامتی خود شادی می کردم. هر وقت که بودن خود را در غار به خاطر می آورم، عقلم زایل می شد و به آن سان همی رفتیم تا که به بصره برسیدیم و 2-3 روز در آنجا ماندم. پس از آن به شهر بغداد روان گشته به خانه خود باز آمدم. یاران و پیوندان خویش را ملاقات کردم. ایشان به سلامتی من تهنیت گفتند و از بازگشتنم خوشوقت شدند. پس هرچی مال و متاع با خود آورده بودم به صندوقها بنهادم، به یتیمان و بیوزنان صدقه دادم و در غایت شادی با یاران و عیش و عشرت مشغول شدم. ای سینباد حمال، بدان آنچه از عجایبات در سفر 4 روی داده بود همین بود. فردا انشاءالله چون به نزد من آیی، آنچه در سفر 5 روی داده به تو بازگویم که او عجیبتر و خوشتر از حکایات است که گفتم. پس از آن سینباد دریاگرد امر کرد و 100 مثقال زری سرخ را به سینباد حمال بدادند. آنگاه خوردنی بخوردند و هر یک راه خود در پیش گرفته به منزل خود رفتند. چون بامداد شد، سینباد حمال به خانه سینباد دریاگرد آمده او را سلام داد. او رد سلام کرد و به نشستن اجازه داد. سینباد حمال بنشست تا باقی یاران بیامدند. آنگاه گونه گونه خوردنی ها فرو چیدند. حاضران خوردنی بخوردند و بنوشیدند، لذت برده خوشوقتی کردند و به نقل سر کردند. سینباد دریاگرد سخن گفتن آغاز کرد. اینجا سرگذشت 4 سینباد دریاگرد به پایان رسید. اگر سرگذشت
پسندتان شده باشد، خواهشمندم که علامتی بسیار خوب را پخش نمایید. خانه آباد و سربلند باشید.